بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة و السلام علی رسول الله. خدمت تمام دوستان عزیزان، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. سلسله برنامه دیگری را انشاءالله از امروز افتتاح میکنیم و شروع میکنیم طوری که به دوستان وعده کردیم با عنوان سلسله برنامه شناخت سیاست اسلامی. قبلا هم دوستا بارها این موضوع را از ما درخواست کرده بودند که کتابی را در این مورد اگر تدریس بکنیم و کتابی را توضیح بدهیم برای دوستان تا آشنایی بهتری از سیاست اسلامی پیدا بکنند. متاسفانه امروزه من زیاد میشنوم، زیاد میبینم که خیلی از دوستان و عزیزانی که معلومات دینی ندارن، آشنایی ندارن، میبینی که در باب سیاست اصلا کلا یک چیز دیگری از اسلام تصور دارن. وقتی بحث سیاست مطرح میشه میگن آیا میشه ما سیاست امروز ما مثل سیاست زمان پیامبر صلی الله علیه وسلم باشد، یعنی شطوری سوار بشویم و دیگه با تیاره و هواپیما به حج نریم و با شطور بریم و با اسب بریم و امثال او، یا مثل او زمان بیایم مثلا حاکم داخل مسجد نشسته باشد و حکم کند به همین شکل. اینها لازم هست، اینها ضرور از سیاست اسلامی منظور همین است. و این جایی که متوجه میشیم که یعنی دوستا در واقع اصلا متوجه نشدن سیاست اسلامی یعنی چی. فرق بین ثوابت دینی و بین وسایل دینی را اصلا نکردن که وسایل میتونه طبق ضرورات زمان تغییر بخوره و در طول تاریخ هم تغییر خورده. زمان ابوبکر صدیق تا زمان پیامبر صلی الله علیه و آله تفاوت‌هایی در سیستم سیاستی وجود داشت، در روش‌ها، نه در اصل ثوابت. اصل ثوابت، اصل قوانین اصلی سر جای خودش بود، اما چیزی که اسباب و وسایل بود میتونه تغییر بخوره، بعضی چیزهایی کم و زیاد بشه، چیزهایی که جزء اساسات و ثوابت دینی نیست اونا میتونه تغییر بخوره. زمان عمر ابن خطاب خیلی چیزا متفاوت شد، خیلی چیزا اضاف شد، آوردن یک چیزای دیگه زیاد اضافتر استفاده کردن و همچنین در زمانهای بعدی دوران خلفای دیگر. پس به خاطر در زمان پیامبر صلی الله علیه و آله حتی دیوانی نبود که اسم عساکر نوشته بشه. طبق روایتی که در صحیح البخاری کعب بن مالک رضی الله عنه میفرمایید که در زمان پیامبر دیوانی نبود که نوشته بشه اسم تمام مجاهدین یا عساکر دولت. اصلا چنین چیزی وجود نداشته. در زمانهای بعدی، در زمان عمر بن خطاب کار با صورت گرفته. پس به این خاطر انشالله سیاست اسلامی را درس میدیم، توضیح میدیم انشالله تا خیلی از دوستان متوجه بشوند که وقتی گفته میشه نظام اسلامی یا حکومت اسلامی منظور چیست، چه هدفی است در اینجا نهفته است. این چیزی که میخوایم توضیح بدیم و در ابتدا باید توضیح بدیم که با کمال تاسف باید بگیم که بیشتر کتب دینی در منابع عربی مانده و به زبان فارسی خیلی کم ترجمه شده. به زبان فارسی خیلی کم، یعنی ما فارسی زبانها متاسفانه بسیار در این باب عقب هستیم و علتش من بارها به دوستان تذکر دادم این است که ما سه کشور مشهور فارسی زبان داریم: ایران، افغانستان، تاجیکستان. این سه کشور مشهور که به زبان فارسی صحبت میکنن، اما این کشورها دوچار یک جریانهای سیاسی شدن در طول تاریخ معاصر خود تقریبا که نتوانستند که خیلی منابع دینی رو به زبان فارسی ترجمه بکنن یا خیلی خدماتی انجام بشه. به خاطری که دولت ایران که بوده دولت شیعی بوده و چیزی هم اگر ترجمه کرده بر اساس همون سیاست خود بوده و بر منهج و روش خود بوده که اصلا به درد اهل سنت نخورده و بر روش و بر صراط مستقیم نبوده. تاجیکستان شما می‌دانیم که در تحت به اصطلاح استعمار شوروی قرار گرفت و بعداً هم که خلاص شد فعلا هم در تحت سلطه لایک ها و بیدین ها و لیبرال هاست و مسلمان ها حتی توانایی ندارن که تا بچه 18 ساله بشه به مسجد بره. اینقدر یک بسیار اختناق و خفگی بسیار نامناسبی در اونجا وجود داره. کجا دیگه اونجا شرایطی برابر میشه که بچه ها درس بخوانن، عالم صحیح بشه، بیان کتاب ها منابع ترجمه بکنن. در افغانستان هم که دیگه به همه معلوم است که در این چند دهه اخیر چه وضعیتی داشته و قدر علمایی نداشتیم که بتوانن خیلی منابع را ترجمه کنن و اگر مقداری هم شده انکار نمی‌کنیم، ولی در ایران هم اهل سنت ایران هستن، کار کردن، بعضی چیزهای ترجمه کردن. در افغانستان هم خدماتی شده، اما نه به او اندازه‌ای که ضرورت جامعه ماست. خیلی عقبیم و خیلی در این باب مشکلات داریم و به این خاطر ما در بسیاری از موضوعات دینی منابعی که بیایم نگاه بکنیم منابع عربی است، غالبا منابع عربی است و لحاظا که چی می‌بینیم که
در باب سیاست اسلامی هم نمیتونیم در زبان فارسی خیلی کتابای زیادی که خیلی معتبر باشن و خیلی بشه به اونها اعتماد کرد نام بگیریم. هست بسیار کم است. بسیار فقه سیاسی فکر کنم دکتر یوسف قرضاوی نوشته و سیاست اسلامی، بعضی مباحثی مفتی تقی عثمانی نوشته، بعضی چیزای نوشته کردن، اما نه به او حدی که نیاز و ضرورت است جامعه کاملا برطرف بسازه. به زبان عربی منابع خیلی زیاد است و خیلی زیاد کتاب‌هایی نوشته شده که ان شاء الله در جلسه بعدی ان شاء الله مصادر و منابع به حساب سیاست اسلامی رو باز اینجا توضیح میدم که میتونید استفاده بکنید. به هر صورت امروز صحبت ما و شما در مورد تعریف سیاست اسلامی است. اولا باید بگیم کتابی که بنده انتخاب کردم که از این کتاب برای شما دوستان بخوانم و با هم در این کتاب همراه باشیم. کتاب زیاد است و این کتاب به این دلیل انتخاب کردم که مباحثی و کمی جمع‌تر و منظم‌تر بود و دیگه که مختصر است، در حدود 240 صفحه هست تقریبا و فهرست و اینا رو که حساب کنیم میای نزدیک 200 صفحه میشه. در 200 صفحه مختصر معلومات زیبا و خوبی داده، بعضی منابع را معرفی کرده و اصل کتاب به عنوان النظام السیاسی فی الاسلام است، نظام سیاسی در اسلام. و این کتاب که است تالیف عده‌ای از اهل علم و علماست، یک فرد نیست، از دانشگاه ملک سعود که است عده‌ای از علما، دکتر سعود ابن سلمان، دکتر خالد ابن منصور، دکتر عبدالعزیز ابن سعود، دکتر عادل ابن علی شدی، دکتر سلیمان ابن قاسم، دکتر تیسیر ابن سعد ابو حیمد. این عده 6 نفر از علما و دکاتره هستند که در علوم دینی دکترا دارن و اینها این کتاب را به همکاری یکدیگر کتاب را نوشتن. هر بخش یکی از اینها جمع‌آوری کرده و نوشته است. خب به هر صورت باز هم بارها یک حرف گفتیم، به این معنا نیست که یعنی کتابو چون اینا نوشتن لا ریب فیه است، دیگه هیچ چیز در روی اشتباه نیست. کار بشری است، میتونه خطا و اشتباه در رو باشد. هر حرفی که خلاف کتاب و سنت باشه اشتباه است. البته به خاطر نمیگم که حتما من اطلاع دارم که داخل فلان اشتباه است، در کل قانون کلی رو بیان میکنم. و خیلی خوبه که در این اول یک سخن جالبی از مفتی تقی عثمانی نقل بکنیم که میگوید ما یکی سیاست اسلامی داریم، یکی اسلام سیاسی داریم. تفاوت این دوتا چیست؟ اسلام سیاسی یعنی اسلامی که تابع سیاسته. اسلامی که تابع سیاست یعنی هر قسم سیاست خواهش کرد اسلام باید تغییر بخوره به طبق او، که این میشه یک اسلام کاملا دیگه بی‌خاصیت. این اسلام نیست دیگه. اسلامی که طبق سیاست رو یک سره بچرخانی، حلال و حرام یا تغییر بدی یک سره. اما یکی ما داریم سیاست اسلامی، یعنی سیاستی که بر وفق منهج اسلامی است، بر وفق قوانین دینی است. این میشه سیاست اسلامی و لحاظا اینجا میشه النظام السیاسی فی الاسلام، نظام سیاسی در اسلام. و عنوانی هم که ما گذاشتیم در سلسله برنامه خود، سلسله برنامه شناخت سیاست اسلامی. سیاست اسلامی میخوایم ما شما بشناسیم و دوستانی کتاب هم در کامنت ها برای شما گذاشته شده، هم در کامنت یوتیوب هم در کامنت فیسبوک گذاشته میشه. دوستان میتونن که این کتاب را چی کنن، از اونجا برای خود بگیرن و استفاده کنن. خب میریم اول یک مقدمه توضیح داده و در مقدمه خود ابتدا گفته الحمدلله و صلات و سلام علی رسول الله و علی آله و صحبه و من اهتدى بهدى. اما بعد اول می توضیح میده که فمن المعلوم انه لا احد اعلم بما يصلح احوال الخلق من خالقه. در مقدمه اول گفته که این چیز واضح است، روشن است که هیچ کس به اندازه خالق علم ندارد که چه چیزی سبب صلاح خلق است. انسان ها مخلوق اگر علم دارن، علمشان محدود است، علمشان محدود به زمان خودشان است، محدود به شرایط خودشان است، محدود به فهم خودشان است و میتونن خیلی اشتباه بشه. لحاظا ما میدیم همیشه علم متوجه اشتباهات قبلی خود شده، همیشه متوجه شده همین حالا 10 سال پیش فلان حرف گفته اشتباه بوده، کلا غلط بوده، در حالی که 10 سال پیش مثلا گفتن 100% درسته، اما متوجه شدن حال بابا اشتباه بوده. حال در تمام مباحث همچنین مباحثی ما داریم که خیلی نظریات علمی زیر سوال رفته به وسیله خود اهل علم دانشمندان. خب بس لحاظا به او اندازه‌ای که خالق میدانه چه چیزی به صلاح خلق است، مخلوق نمیدانه. و از جمله مسائلی که خلق به اون نیاز دارد احوال سیاسی ایشان است
و رابطه دولت با ملت است. چیزی که ضرور است که باید وجود داشته باشد دولت است. اگر دولتی وجود نداشته باشد خب نظمی وجود ندارد و همه دیگه به هم میریزن، کلا بی نظم میشه. و حالا باید بین این ملت و بین این دولت یک رابطه ایشی باشه، وجود داشته باشد و این رابطه را در قانون شریعت همین میگن سیاست که بعدا حالا بیشتر باز توضیح میده. و همین الله متعال به ما قوانین اساسی او در قرآن کریم و در سنت پیامبر صلی الله علیه و آله برای ما معرفی شده. و باز حالات هم فرق میکنه. باز یکی رابطه دولت با ملتش هست، یکی رابطه دولت با دولت‌های دیگر است، یکی در حالت صلح هست، یکی در حالت جنگ است. در هر کدام از این احوال چه قوانینی وجود دارد و نظام‌های بشری در این راستا کوشش کردن، تلاش کردن. بعضی نکات مثبتی هم دارن، از حق نگذریم، چیزای خوبی هم دارن، اما باید بدانیم که قاصر هستند، چنین نیست که کامل باشند. و به همین علت است که می‌بینیم خیلی از سیاست‌ها یک سر شکست می‌خوره. شوروی با سیاستی که یک قرن تقریبا قرن 20 کلا دیگه زیر و رو کرد دیگه. قرن 20 کلا به دست شوروی بود در واقع و جهان به نوعی به اصطلاح به اعتبار که ابر قدرت بود میخواست مدیریت کنه و کنترل کنه، اما چقدر در سیاست خود شکست خورد. و همچنین خیلی از کشورهای دیگر، قدرتمندهای دیگری که سیاست‌هایی داشتن اما دیدیم که در سیاست خود خطاهایی داشتن. و به همین خاطر الله متعال میفرماید الا یعلم من خلق و هو اللطیف الخبیر. آیا کسی که خلق کرده، آفریده، نمیداند؟ در حالی که او بسیار دقیق بین باخبر است. او باخبر است، میداند احوال بشر را که چه چیز سبب صلاحشان است. و این رحمت الله متعال است که قواعد نظام سیاسی بیان کرده. دقت کن، اینجا الله متعال در قرآن و پیامبر در سنتش قوانین را بیان کردن. پس خوب دقت کنید، وقتی ما میگیم سیاست اسلامی چنین نیست که تمام جزئیات در او هست. امروز خیلی بعضی سیکولارها رو میبینیم، بعضی عامه مردم خود میبینیم میگن که جزئیات موضوعات سیاسی در کتاب و سنت نیست. ما میگیم قبول، واقعا جزئیات نیست. کی گفته جزئیات هست؟ جزئیات اصلا در هیچ قانونی نمیتونه بگنجد. چرا؟ چون جزئیات چیه؟ ادامه داره، تا قیامت یک سر جزئیات میایه، اما میتونه در تحت قوانین داخل بشه. ما هنوز نمیدونیم در آینده دیگه چه چیزهایی خواهد آمد. سیاستی که امروز به طور مثال میگیم یکی از موضوعات بسیار مهمی که فعلا جهان و سیاست‌های جهان با او درگیر هستند مسائل فضای مجازی است. خب 100 سال پیش یا 50 سال پیش فضای مجازی کجا بود که برای او قانونی یاد بشه؟ اگر قانونی فرض کنیم، شاید کسی بگه خب قرآن میامد میگفت. اگر قرآن میگفت کی میفهمید؟ و مثل او صدها مسئله دیگر کلا بشر گیج میشد که این چی گفته؟ قرآن با ما چیزایی گفته ما اصلا نمیفهمیم. لحاظ قرآن کریم آمده قوانین کلی و قواعد رو بیان کرده. پیامبر صلی الله علیه و آله قاعده های کلی رو بیان کردن که بعداً میخوانیم قواعد و در تحت این قواعد کارها انجام میشه و جزئیات میتونه در تحت او داخل بشه به شرطی که تخلف از قوانین نکنه. خب به هر صورت پس لحاظ قوانین نظام سیاسی در اسلام از خلال نصوص قرآن و سنت بیان شده و امر شده که به این قوانین التزام بکنیم. خب به هر صورت این کتاب که هست یک کوشش جدی در این صورت گرفته تا اساسات قوانین نظام، قواعد نظام سیاسی در اسلام با روش بسیار ساده و آسانی بیان بکند. البته با مفاهیم معاصر هم به نوعی اینا ربط داده که مفاهیم معاصر سیاسی بعضی از مفاهیم اونا هم توضیح داده تا بیشتر متوجه بشید. و در این کتاب حالا توضیح داده که دکتر عبدالعزیز بن سعود الدویحی این بخش نوشته کرده، مثلا بخش مدخل الی دراست نظام سیاسی اسلامی و سلطه های ثلاثه، این مباحث این آدم نوشته کرده، بخش فلانی نوشته کرده. یعنی همین کتاب تقسیم شده، 6 تا از این علمایی که کتاب نوشتن تقسیم کردن بین خود و به این شکل نوشتن. و بعدا هم باز گفته که اگر ما خیلی نیاز داریم که دوستان اگر متوجه کدام اشتباهی در کتاب ما شدن که کار بشری است، طبیعی است، ما رو تذکر بدهن، متوجه بسازن و بعدا چی خود را هم ایمیل آدرس خود را هم دادن. خب به هر صورت حالا میریم به اصل بحث. اولین بحثی که میخوانیم شناخت سیاست اسلامی. اول چی گفته؟ المدخل الى دراسه نظام سیاسی الاسلامی. مدخل یعنی اینکه یک نوع آشنایی ابتدایی و مختصر به یک علم پیدا کردن، یعنی دخولگاهی. مدخلی است یعنی یک راهی است که میتونیم از این طریق یک مقداری آشنا بشویم.
از این طریق میتونیم، یعنی با این توضیحاتی که میده یک اندازه میتونیم داخل بشیم به این خانه سیاست اسلامی و یک مقدار آشنا بشیم. خب اول در این مدخل توضیح میده سیاست در لغت یعنی چی. اول باید بگیم که روی کلمه سیاست مباحثی دارن که کلمه عربی است یا نه، اما سیطریه که کلمه عربی است و در این کتاب هم به همون اساس کار کرده که خود سیاست کلمه عربی است در اصل خود. السیاست فی اللغه، سیاست در لغت چی معنا میده؟ مصدر است از ساس یسوسو. ساس فعل ماضی است یعنی سیاست کرد، یسوسو سیاست میکند. اما یعنی چی؟ کلمه سوس در زبان عربی به معنی طبیعت استفاده شده که در این صورت به بحث سیاست ما خیلی ربطی نداره. این خود کلمه سوس است نه سیاست، و سیاست از او گرفته شده به اعتبار است و اصل هم گفته میشه طبیعت شی، اصل شی، اخلاق شی، طبیعت سجیه طبیعت، اخلاق و طبیعت و رفتار و اصل شی سوس گفته میشه. اما سیاست چیست؟ القیام علی شی بما یصلحه. خود سیاست این تدبیر امور. معنای کلمه سیاست همی است تدبیر امور. امروزه متاسفانه چی میگن؟ میگن که سیاست یعنی فریب بازی، سیاست یعنی به اصطلاح چی، خیلی معذرت به اون تعبیر عمومی میگن سیاست خواهر و مادر ندارد، یعنی هیچ کس نمیشناسه، یعنی برادر به برادر خیانت میکنه، پدر به فرزند، فرزند به پدر، زن به شوهر، شوهر به زن. این کدام سیاست است؟ این سیاست ماکیاولی است، سیاست غیر اسلامی است. اینجا خوب یک نکته توضیح بدم. ماکیاولی شخصی بوده غربی که کتابی نوشته در 500 سال پیش. در 500 سال پیش کتابی نوشته به عنوان که به زبان‌های مختلف ترجمه شده، به عربی، به فارسی، به زبان‌های مختلف، و اون به نام الامیر به زبان عربی ترجمه کردن یا به نام فرمانروا فکر کنم به زبان فارسی ترجمه کردن. به نام حاکم، خلاصه فرمانروا، امیر، سلطان، پادشاه، اسم کتاب اوست، کتاب پادشاه، کتاب سلطان. و در این کتاب خود آمده یکی از قوانینی که امروز هم خیلی به حساب سیاست‌های غیر اسلامی بیدین و کفری این تطبیق میدن. این اول توضیح میدم چون تعرف الاشیاء باضدادها، اشیا به ضد خود شناخته میشوند و شما امروز باز در جهان میتونید متوجه بشین که کدام نوع سیاست فعلا حاکم است. ماکیاولی در اون کتاب خود میگه که چی هدف وسیله را توجیه میکند. این یکی از قواعد اوست. هدف وسیله را توجیه میکند. بله، یعنی چی؟ یعنی اگر هدفتون یک هدف عالی بود، یک هدف بلند بود، وسیله هر چی میخوای باشه، پست باشه، هر جنایت باشه، ظلم باشه، مهم اینه که به او هدف برسی. لازم هدف وسیله رو چی میکنه؟ توجیه میکنه. مثلا یک نفر وسیله به کار میبره که در این وسیله ظلم است به مردم، جنایت است، ستم است، تجاوز است به دیگران، اما چون هدف عالی است اشکال نداره این وسیله رو انجام بده، چون هدف وسیله رو چی میکنه؟ توجیه میکنه، تایید میکنه، انجام بده، مشکل ندارد، هدف تو نیک است. خب حالا هدف چیست؟ ماکیاولی میگه هدف قدرت است. در سیاست میگه هدف اینه که تو به قدرت برسی، قدرت از تو بشه، و این هدف وسیله رو توجیه میکنه. شما این دو تا رو بگذارین کنار هم، ببینید به چی نتیجه‌ای میرسین، ببینید چی میشه دگاره که نفر به فکر این باشه که فقط به قدرت برسه و بعد هم چیکار کنه؟ هر وسیله رو که میخواد به کار بیندازه، چون هدف وسیله رو توجیه میکنه، لحاظ آدم میکشه، جنایت میکنه، زن، مرد، بچه خود، کودک، اصلا فرق نمیکنه، هر کسی میخواد بکشه. و این جایی که بسیاری از سیاستمدارهای بزرگ جهان و جنایتکارهای بزرگ مثل لنین، مثل استالین، امثال اینها، مثل هیتلر، اینها چی داشتن؟ همین کتاب مطالعه میکردن و این کتاب تحت مطالعهشان بوده، مفکوری خود را از این گرفته بودن و امروز هم در دنیا همین حاکم است. مثلا شما ببینید شوروی وقتی میخواست به قدرت برسه، میخواست ابرقدرت جهان بشه، برای مهم نبود که در افغانستان وقتی بمب‌های بزرگ میاندازه کودک میمیره، زن میمیره، بچه میمیره، 2 میلیون نفر در افغانستان چیکار کردن؟ اینها کشتن. یک جنایت بسیار بزرگی، یعنی اشتباه 2 لک یا 2 میلیون خطا نکنم، دقیقاً متوجه نیستم که 2 میلیون یا 2 لک نفر کشتن. اینقدر اینا، یعنی 2 لک فکر کنم خطا نکنم، خب اینقدر نفر اینا کشتن و اینقدر اینا جنایت کردن و مثل او که در افغانستان کشتن، در خود شوروی کشتن، در تاجیکستان کشتن، در کشورهای دیگه، هر کشوری که میگرفتن اکثر میکشتن.
چرا؟ چون هدف چی بود؟ قدرت. وسیله هم که توجیه میشه به وسیله قدرت دیگه. این سیاست ماکیاولی بود. و همچنین هیتلر همین قانون داشت دیگه. جهان میخواست بگیره که به قدرت برسه. ناپلئون بناپارت خب میخواست به حزبی طریق برسه. و چی که هست امروز آمریکا دقیقا همین کارو داره. باید ابرقدرت باشه به هر عنوانی که میشه. حالا در عراق بچه‌ها کشته میشن، کودک کشته میشه، زن کشته میشه. در سوریه چقدر افراد کشته میشه، مهم نیست، اصلا اینا ارزش نداره. در افغانستان چقدر نفر اینا کشتن، اصلا مهم نیست این مسائل. و چون هدف قدرت است و هم تجربه. اما در اسلامی چیز نیست. خوب دقت کنید، این سیاست دنیاست. امروز شما عموما سیاست‌های دنیا رو متاسفانه بررسی که بکنین، البته گفتیم که یکی سیاست با مردم است، یکی با دول دیگر است. در سیاست دو رابطه وجود داره، یکی رابطه با مردم، یکی رابطه با دولت‌های دیگر. و رابطه اینا با دولت‌های دیگر این است با مردم خودشان هم همون کاری انجام میدن که به نفعشان باشد، یعنی قدرتشان تثبیت بشه. اگر مردمشان کاری بکنن که قدرتشان را تثبیت نکنه، باز با مردم خودم میزنن. اما اگر مردمشان کاری بکنن که فقط قدرت اونا رو زیر سوال نبره، دیگه هر کار میخواین بکنید. با خر ازدواج میکنید یا با سگ، یا میراث خود به سگ میدید، یا با تمساح ازدواج میکنید، اصلا مهم نیست این مسائل دیگه. هر کار میخواین میکنید، فقط به سیاست دست نزنید. السیاسة فی اللغه، اما در اسلام چیست؟ حالا بیاید و السیاسة القیام علی الشیء بما یصلحه. اصل کلمه سیاست تدبیر امور مردم، قیام بر چیزی به چیزی که او را اصلاح کند، سرپرستی یک چیز. و سوسه در زبان عربی، سوسه القوم یعنی جعله یسوسهم. در زبان عربی گفته میشه مردم فلانی را تسویس کردن، یعنی چیکار کردن؟ به اصطلاح به او چی دادن؟ مقام سیاست را دادن که سرپرستی آنها را انجام بدهد. و سیاست و فعل و سائس، همچنین نسبت به حیوانات، اسب ها را کسی که سرپرستی میکنه او هم سائس میگن در زبان عربی. فعل سائس و هو من یقوم علی الدواب و یرودها، کسی که چارپایان را سرپرستی میکنه و اونا تربیت میکنه، اونم سائس میگن چون سرپرستی میکنه. و کسی که سرپرستی امور دیگر هم میکنه اونم سائس میگن، سیاستمدار یعنی این کسی که سرپرستی میکنن. پس اصل این است. و حدیثی داریم در صحیح البخاری خیلی جالب است، عن ابی هریره رضی الله عنه قال قال رسول الله صلی الله علیه و سلم كانت بنو اسرائیل تسوسهم الانبیاء. بنی اسرائیل را پیامبرانشان سرپرستی میکردند، مدیریت میکردند. تسوسو یعنی معنی داره. قال ابن عسیر، دقت کنین اینجا، تسوسهم الانبیاء ای تتولى امورهم، یعنی سرپرستی امورشان را میکردند. کما تفعل الامراء، مثل که امیرها و والیها به رعیت خود را مدیریت میکنند. و سیاست القیام علی شیء بما یصلحه. ابن عسیر از علمای لغت هست، ترجمه کرده به این شکل. دنباله حدیثی میخوانیم، کل ما هلک نبی، هر بار که پیامبری فوت میکرد، خلف او نبی، پیامبر دیگری به جایش میآمد. و انه لا نبی بعدی، بعد از من دیگر پیامبری نیست. و سیکون خلفا، و خلیفه های خواهند بود که مدیریت و سرپرستی مردم را میکنند. فیکثرون، و اینها زیاد هم میشوند. قالوا فما تأمرنا، اینا گفتن زیاد میشوند. یعنی چی؟ یعنی یک خلیفه اینجاست با یکی دیگه اونجا میگه من خلیفه هستم، یکی دیگه میگه من خلیفه هستم. هر کس خود امیرالمومنین میگه. پیامبر گفتم یا رسول الله تو چی عمد میکنی؟ چند تا خلیفه بود، از ما چیکار کنیم؟ گفت فو ببیعت الاول فالاول، وفا کنید به بیعت اولی باز اولی، یعنی همون شخص اول خلیفه است، دومی که خلیفه آمد ادعای خلافت کرد دیگه قبول نکنید. اعطوهم حقهم، حق خلفا را بدید، همون یکی اولی که خلیفه است. یعنی یکی دیگه دوباره بیاد طغیان دیگه، سرکشی است. فان الله سائلهم عما استرعاهم، همانا شما حق او خلفا را بدهید و الله باز از آنها سوال میکند در رابطه با آنچه که با آنها از رعیت سپرده است. خب ابن حجر رحمه الله در توضیح حدیث گفته تسوسهم الانبیاء ای انهم كانوا اذا ظهر فيهم فساد، یعنی این که وقتی در بینشان فسادی ظاهر میشد، الله پیامبری را میفرستاد یقیم لهم امره، که امورشان را اقامه میکرد، تنظیم میکرد. و یزیل ما یغیر من احکام التورات، احکام توراتی که تغییر داده بودند او چی میکرد؟ پس اصلاح میکرد. و فیه اشارتون، در این حدیث اشاره هست، ابن حجر میگه بر این که ناچاری است که رعیت یک شخصی را داشته باشند که قائم به امورشان باشد، یحملها علی الطریق الحسنه، اونها را بر روش حسنه و بر روش نیک چی کند؟ مدیریت کند، تنظیم کند کارهایشان را. تمام اهل سنت اجماع و اتفاق دارند که تعیین اولی الامر برای مسلمین از جمله فرائض واجبات دینی است. واجب است، لازم است.
حتما که مسلمان ها یک امیری برای خود تعیین کنند، وگرنه کارهایشان به هم میرسه. و ینصف المظلوم من الظالم، و حق مظلوم رو از ظالم بگیرد. ابن حجر رحمه الله توضیح در فتح الباری داده است. خب تا اینجا شما سیاست اسلامی رو شناختین از لحاظ لغوی و اصطلاحی که سرپرستی از لحاظ لغوی سرپرستی امور مردم. اما میایم به لحاظ اصطلاحی، علم النظام السیاسی الاسلامی الاصطلاحا. علم نظام سیاسی اسلام از لحاظ اصطلاح چی معنا میده؟ قبل از تعریف نظام سیاسی اسلامی در اصطلاح یحسن التنبیه، قبل از اینکه تعریف کنیم خوب است که هشدار بدهیم، متوجه بسازیم الی ان استتباب امور ای مجتمع بشری، به پا شدن و کامل شدن، استتباب یعنی تکمیل شدن و به پا ایستادن و ثابت ماندن هر جامعه بشری امورش زمانی درست می شود به صلاح در می آید که زمانی ای کار میشه که ای کار رو انجام بدهند که ابن خلدون گفته. ابن خلدون گفت ناچار است که رجوع بشود با آنچه که ابن خلدون او را قوانین سیاسی گفته. یعنی هر جامعه نیاز دارد که قوانین داشته باشد، قوانین سیاسی داشته باشد. سیاسی یعنی چی؟ یعنی قوانین نظم. امروزه متاسفانه خیلی‌ها میگن که وقتی مباحث سیاسی مطرح میشه میگن که از سیاست حرف نزنید. ما امروز دو نوع سیاست داریم. یکی سیاست به معنی افراد، فلانی فلان سیاستمدار خوبه، فلانی بده، فلان گروه چنینن، فلان گروه چنینن. یکی این موضوعات سیاسی است. یکی قوانین نظام سیاست اسلامی است. قوانین سیاسی یعنی قوانین مدیریت در کشورهای اسلامی. خب قوانین سیاسی که است بیان الناس. دقت کنید اینجا ما دو چیز داریم. ما یکی حاکم داریم، یکی قانون داریم. خیلی از مردم ما فکر میکنن سیاست فقط یه که ما یک حاکم داشته باشیم و حاکم یک چی کاری بکنه، در حالی که حاکم یک بخش است. یک بخش خیلی مهمتر و اساسی‌تر قانون است. قانون اگر نباشه حاکم هم ظلم میکنه، حاکم هم جنایت میکنه، حاکم هم باید تابع قانون باشد. شما ببینید در داستان یوسف علیه السلام در سوره مبارکه یوسف میخوانیم، میگه که یوسف نمیتوانست طبق قانون پادشاه برادر خود را نگه دارد. باید یک ترفندی درست میکرد که او را پیش خود نگه داره. یوسف عزیز مصر، وزیر اعظم به اصطلاح، وزیر خزانه داری، مشاور خصوصی پادشاه، با او مقام، با او منزلت، چند تا بیگانه از یک کشور دیگه آمدن، یکی از اونها نمیتونه پنهانی نگه داره. یک لحظه فکر کنید. بیایم در افغانستان ما و شما اگر همین امروز یکی از این حکام دولت مردها خواسته باشه یک بیچاره بدبختی از خود افغانستان، حتی هم پولدارایی برو زندانی کنه، کسی میتونه جلوی بگیره؟ میگیره، میبره، یک ماه میداره، 100 جنایت هم شاید بالایی بکنه، حتی شاید جنازی هم بعدن پس ندن. میکنن. امروز ما با چشم خود میبینیم که امروز هم میشه، دیروز هم میشد و بارها شده، نشده. خیلی راحت کار میشه. حالا چی برسه؟ شما فرض کنین یک نفر از یک کشور دیگه آمده باشه به افغانستان، چه کار میشه؟ در ایران هم ببینید، در افغانستان نه، بریم به ایران. بریم در ایران اگر دولت او بیاد چند نفر رو داره ببره، کسی از جلوی اینا رو بگیره؟ نه، میبرن. و اگر حتی اونا چی کنه، بکشه، کسی میتونه چیزی بگه؟ نه، میکنن و شده بارها. و حالا اگر یک نفر او بیچاره باز افغانی باشه، از افغانستان باشه، باز چه کار میشه؟ دیگه اصلا خون او دیگه ارزش داره اونجا. و مثل او خیلی از کشورهای دیگر. حالا علت چیست؟ علت که اینها اینقدر راحت میتوانند، اما یوسف علیه السلام در قانون پادشاه او زمان طبق آیه مبارکه فی دین الملک، طبق قانون پادشاه، بنابر تفسیری که یک تفسیری که ابن جریر طبری نقل کرده و محسن و تعویل نقل کرده، گفته طبق قانون پادشاه نمیتوانست این کار را بکنند. چرا نمیتوانست؟ چون تابع قانون بود. درست یوسف بود، درست پیامبر بود و درست عزیز مصر بود و درست خیلی بزرگ بود، اما خلاف قانون حق نداشت کار کنه. چیزی که سبب سعادت دنیا و آخرت میشه این چیز است. یک کشور، چرا در افغانستان ما همیشه همین درد است. من کلیپ دیگه هم همین صحبت کردم که چرا افغانستان ما 40 سال است بدبخت و بیچاره است، به خاطری که قانون ندارد. یعنی چی؟ یعنی قانونی که همه از حاکم تا فرد آخر تابع قانون باشد، این قانون نیست. مشکل اصلی این است. انشالله ما در درس‌های آینده در همین درس هم انشالله تشریح می‌کنیم که حتی
چرا در بعضی کشورهای غیر اسلامی است، کفری است، امنیت وجود داره، نفر راحت زندگی میکنه، آزاد به معنایی که امور درست خود بتونه انجام بده، لجام گسیختگی نه، او بس حلالی نداریم. حالا اینجا چرا در اونجا هست در حالی که اونجا اسلام هم نیست؟ اینجا در همین درس توضیح میدم، جواب میدم. به خاطر ای که اونجا یک قانونی دارن، حتی که قانون غیر اسلامی است، به هر حال این مردم طبق همین قانون پایبندن. هر کشوری اگر حاکم او و ملت او و مردم او به قانون پایبند نبودن، 100 تا قانون نوشته کنن، 100 تا قانون اونجا چاپ کنن، هیچ فایده ای نداره، به درد نمیخوره و این کشور اصلا رشد نمیکنه. و در افغانستان 40 سال کسی به قانون پایبند نیست. همین هر کس آمد اسب خود تاخت، ظلم خود کرد، ستم خود کرد. قانون نوشته کردن، اما با قانون برای یک بدبخت و بیچاره بود. کلان ها اصلا فوق قانون بودن. حتی که در نظام ظاهرخان که اصلا قانون نوشته بوده که چی هست، پادشاه که هست واجب الاحترام غیر مسئول است. اصلا کسی نمیتونه به پادشاه بگه تو چرا چنین کردی، غیر مسئول. اصلا اینقدر بالا هست که کسی اصلا نمیتونه از او سوال بکنه. غیر مسئول، واجب الاحترام، او که اصلا علنی گفته بود. دیگران هم عموما عملا همین کار کردن. عملا امروزه که حتی در افغانستان قانونی هم نوشته فعلا نداریم که کی تابع قانون است، کی تابع قانون نیست. و تا وقتی که قانونی درست در زیر نظر متخصصین از تمام بخش‌ها نوشته نشه، چی بخش‌های دینی چی بخش‌های علوم دیگر است، تا وقتی که به همون شکل در روشنایی کتاب الله و سنت پیامبر صلی الله علیه و آله و فقه اسلامی نوشتن و ضرورت‌های زمان، تا وقتی که اینها نوشته نشه و همه از اول تا آخر پایبند اون نشن، که هر لحظه ای همون رئیس بزرگ دولت تخلف کرد از قانون، یک فرد عادی بتونه یخن او رو بگیره بگه که تو همینجا تخلف از قانون کردی و باید جوابگو باشه. تا وقتی که این کار نشه، روی سعادت را دل جمع باشین که نمیبینین، نه در دنیا نه در آخرت. چرا؟ چون با سیاست ظالمانه حکم کردن سعادت نمیبینین هیچ وقت، چون ظلم میکنیم و ظلم مرتعه وخیم، نتیجه او بسیار بد است، هم در دنیا هم در آخرت. و ظلم و ظلمات یوم القیامه، حدیث پیامبر صلی الله علیه و آله است. ظلم تاریکی است در روز قیامت. حالا قبل از اینکه ما تعریف نظام سیاسی بکنیم، برمیگردیم به آنچه که ابن خلدون اون قوانین سیاسی گفته، الذی یسلم بها الناس، قوانینی که مردم به وسیله اونها سالم میمانند. باید قوانینی باشه که مردم به وسیله اونها سالم بمانند و ینقادون الاحکام، یا مطیع و احکام باشند. فلا تستقیم رعیت هیچ وقت کارشون در دنیا مستقیم نمی شود، در حالت کفر یا ایمان، بلا عدل قائم، بدون عدالتی که قائم باشد. این دنباله سخن ابن خلدون است. ببینید چی کشور اسلامی باشد، چی کفری باشد، هیچ وقت امورشان منظم نمی شود مگر اینکه عدالت قائمی باشد. و ترتیب للامور یشبه العدل، ترتیب امور به طبق قوانین عدالت. تا این کار نشه مردم سالم نخواهند ماند و نیکبخت نخواهند شد. باید این کار بشه. و شما در بعضی از کشورهای کفری که میبینین یک اندازه یک خوشبختی ها و نیکبختی های دنیایی حداقل دارن، همو به اعتبار چیه؟ چون یک قوانین دارن که به همون قوانین پایبندن. حتی بعضی از اون قوانین اگه ظالمانه هم باشد، حالا از بعضی جهت ها ضربه میخورن. مثل ما امروز در غرب میبینیم قوانین دارن، چون به او قوانین پایبندن، از نفر اول دولت تا آخر دولت باید طبق قانون کار بکنن، یک نوع سعادت و خوشبختی دارن. اگر چی که در بعضی بخش‌های دیگر مشکلات خود باز در قانون دارن و از اون لحاظ ضربه هم خوردن. اما در بعضی بخش‌ها همین پایبند بودن به قانون این چیزی است که امروز مسلمان از کشور اسلامی فرار میکنه میره اون طرف. خب دقت، اسلام نیست که نفر به خاطری که اسلام است فرار میکنه، نه هرگز. اونا به همون کفر خود که هست یک قانونی درست کردن که به همون قانون پایبندن. واسه چی قانونمندی وجود داره و لحاظا نفرها راحتن. اما در کشورهای ما و شما متاسفانه اما قانون اسلامی اسمی هست اما پایبندی به قانون نیست. دولت به قوانین پایبندی نمیکنه، لازم مردم در ظلم قرار دارن، مردم در جنایت قرار دارن، در تحت جنایت، و لازم فرار میکنن، میگن اونجا راحت تری، اونجا قانونمندی است، تحت قانون به ما ظلم نمیشه.
ریشه بدبختی و مشکل اینجاست. و هذه السیاسه تتحدد هویتها حسب واضعیها، فما كان منها مفروضا من العقلاء والحكماء واكابر الدوله كان سیاست عقلیتا. حالا میگه سیاست با دو قسم میشه که همین سیاست و همین قوانین را اگر عده‌ای جمع شدن از بزرگان دولت بر اساس عقل و فهم خود آمدن قانونی ساختن، این میشه سیاست عقلی و سیاست بشری انسانی که به عقل خود درست کردن. اما اگه همین در روشنایی قانون الله متعال و ضرورت‌های بشری که طبق 100% قانون الله طبق ضرورات بشری است، او را آمدن تعیین کردن و نظام را نوشته کردن، این میشه سیاست دینی نافذ در زندگی دنیا و در آخرت. و او سیاست عقلی میتونه در زندگی دنیایشان مفید باشه، البته در بعضی بخشا، و در بعضی بخشا حتما مضر و ضرر هم داره. فالسیاست مما یبقى بها نظام العالم، پس سیاست چیزی است که نظام عالم با آن باقی است. و این لم تسلو بها امور آخره، حتی اگر امور آخرت به وسیله او به صلاح هم نیاید. یعنی یک کشور قانونی درست کرده، قانون دور از الله کلا، همین آخرت خودت هیچی از آخرت و اصلاح نشده، اما حداقل دنیای خود کم اصلاح کرده، چون سیاست داره، قانون داره. که البته او قانون هم گفتیم در دنیا هم کس ضربه های خود داره که بعدا باز بیشتر را توضیح خواهیم داد. ابن خلدون رحمه الله گفته است اجتماع انسانی ضروری است. یعنی نمیشه در دنیا انسان ها طوری زندگی کنن که هر کس به سر خود باشه، با هم هستن، باید با هم زندگی کنن، پس جامعه باید با هم بسته باشه. و یعبر الحکما عن هذا بقولهم، حکما این چنین تعبیر میکنن، میگن انسان موجودی است مدنی و طبیعت مدنی داره، یعنی پس لابد از اجتماع الذی هو المدینه، یک جای باید جمع بشن که میشه شهر. و وقتی شهر آمد، عمران و آبادی و اینها آمد، خب طبعا دیگه همه مردم که یک قسم نیستن، غرایز و افکار و اندیشه ها که یک قسم نیست دیگه. پس به این خاطر باید که فلا بد من واضع، باید یک باعث و انگیزه باشد که آنها را دفع کند بعضی از بعضی دیگر، جلو ظلم یکی از یکی دیگه بگیره، کمی اینا رو مدیریت کنه، اینا کنترل کنه، هر کس به حق خود برسد. و همین چیز زمانی میشه که قوانین سیاسی وجود داشته باشه که همه تسلیم او باشن، همه منقاد این قوانین باشن. مثل که میگه قبل از اسلام فارس ها داشتن و دیگه امت هر کدوم قوانینی داشتن. حالا اگه چی که در قوانینشان ظلم بوده، کارهای بد بوده، اما قانون به هر حال داشتن. و اذا خلت الدوله من مثل هذه السیاسه، اگه دولت، و به همین علت است فارس چرا مردم فارس چرا مسلمان شدن؟ اسلام که زورکی نمیشه. چرا وقتی چنگیزخان فارس گرفت به عقیده چنگیزخان مغول نشدن؟ یکی هم نشد. اما چرا مسلمان شدن؟ چون دیدن فرهنگ و سیاست و قوانین اسلامی از قوانین فارس بالاتر و برتر است، لازم پذیرفتن. و همچنین روم و خیلی از کشورهای دیگر. و زمانی که دولت از این سیاست خالی باشد، امورش اصلا مستقیم نمی شود. یعنی این قاعده است که ابن خلدون اینجا بیان کرد. چرا این روز پس در افغانستان در این سالهای متمادی امورش منظم نمی شود؟ چون سیاست، یعنی قوانینی که همه او را قبول داشته باشند، تابع او باشند و قوانین عادلانه بشه و همه تابع او باشند و کسی تخلف از قوانین نکنه، این متاسفانه نیست. ولا یتم استیلاؤها، غلبه دولت هیچ وقت ثابت نمیشه، هیچ وقت دولت و حکومت ثابت نمیمانه مگر اینکه قوانین سیاسی منظم و دقیقی داشته باشند. سنت الله الذین خلو من قبل، این قانون الهی است در کسایی که قبلا هم گذشتن. فاذا كانت هذه القوانین مفروضه من العقلاء، و بعدا باز ابن خلدون توضیح داده حالا این قوانین رو اگر عقلا و اکابر دولت با بسلا بگذارن میشه سیاست عقلی. اما اگر از جانب الله و صاحب شریعت باشه و علما و دانشمندان در روشنایی او رو توضیح دادن، میشه سیاست دینی نافع در حیات دنیا و آخرت. چرا؟ چون به خاطر اینکه خلق مقصودشان فقط دنیا نیست. تنها دنیا که هدف نیست دیگه، فکر کنید فقط دنیا هدف است. الله میگه افحسبتم انما خلقناکم عبثا، شما فکر کنید ما شما رو عبث و بیهوده آفریدیم فقط همین دنیا باشه و بریم تمام زندگی کنیم مردیم تمام شد خلاص؟ نه دیگه، آخرتی هم هست، جوابگوی اعمال خود باید باشیم. فالمقصود بهم، پس خلاصه مقصود این است انما هو دینهم المفسی بهم للسعاده فی آخرتهم، هدف اصلی از این دنیا دینی است که انسان را به سعادت آخرت برساند و البته نیکبختی دنیا را هم در ضمن خود دارد.
سعادت و سلامتی دنیا هم با خود دارد. نه اینکه والله آخرت هست دیگه، دنیا باشه که ما بدبخت و بیچاره باشیم. نه، کی گفته؟ در دنیا باید یک سیاست دقیق و درست داشته باشیم که همه در عدالت باشیم. بهترین نظام باید ما داشته باشیم و بهترین عدالت باید ما داشته باشیم. صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الارض. این راه الله است که تمام آسمان ها و زمین از اوست. فجاءت الشرائع بحملهم على ذلك في جميع احوالهم من عباده و معامله. پس لحاظا قوانین شرعی آمد که مردم را تشویق کند، ترغیب کند، باعث بر این بسازد که در تمام احوال خود تابع قانون الله باشند، چه در عبادات چه در معاملات، حتی فی الملک الذي هو طبیعی للاجتماع الانسانی. حتی در پادشاهی تمام کارهای ما تحت قانون الهی باشد. لذالک، به همین علت ما میبینیم که سیاست‌های عقلی به نفی حال شرع الله و عدم ارتباط یا به ای تصورات تتجاوز مقاصد الدنیا تنتزع من اخص صفات سیاست عادل و ارتجاعات. ببینید میگه که به همین علت میبینیم که سیاست‌های عقلی خیلی جاهای خاص را، خیلی جاهای مهم از دست داده و خراب کرده، چون رابطه‌ای به قوانین الهی نداشته. الجانب الاول انها موضوعتون علی الجوب. یک جایی که در قوانین اونها هست اینه که بنای او بر ظلم شده، چون ارتباط داره به هوا و هوس و مصالح عاجله. شاید اینجا بعضی بگن که بابا کشورهای اسلامی شما همه بدبخته، اونا نیستن. ما میگیم کشورهای اسلامی هم متاسفانه کسایی حکومت میکنن که شاگرد اونایان. خوب دقت کنین، اکثریت حکام کشورهای اسلامی رو شما اگر نگاه بکنین کسایی که اونجا درس خونده، آمریکا درس خونده، اروپا درس خونده، و کسایی که با اونها ارتباط داره، کسایی که شاگرد اونهای. بدبختی ما ازیه، بدبختی، و قانونی هم نداریم که اونا پایبند باشن. یک عده بلحوث هوس پرست رو اونا آمدن بالای ما حاکم کردن، لحاظا ما داریم بدبختی و بیچارگی قرار داریم. لحاظا این بگذارین و هر وقت میخوایم برای فعلا از این کشورها اسلامی یاد نکنین، از که اینا به اعتبار نماینده اسلام و معرف اسلام باشن. نه خیر. و میبینید خیلی جای اینا مشکلاتی دارن و اینا بر اساس اسلام نیست، کارهای خطا و اشتباهی زیادی است. و اما مثلا 20 سال در افغانستان کی حکومت میکرد؟ اینا شاگردای آمریکایی‌ها بودن، شاگردای اروپایی‌ها بودن، کسایی بودن که اونا اینا رو تربیت کرده بودن، در دانشگاه‌های اونا درس خوانده بودن. این نبود که اینا در افغانستان خیلی هایشون درس خواندن، و بعضی هم که حتی بالکل در افغانستان درس خوانده. بازم می‌بینی که وقتی به قانون پایبند نبود دیگه به اسلام ربطی نداره، به خود او ربط داره دیگه، طبق قانون اسلامی کار نکرده. پس اینو بگذاریم یک گوشه. اما اگه می‌خوایم چی کنیم، بریم به تاریخ اسلام ببینیم در زمانی که پایبندی به قوانین اسلامی و به نظام وجود داشته، به قوانین وجود داشته، اونجا چگونه بوده. و موضوع بعدی همی که حالا در این قوانینی که امروزه وجود داره ما می‌بینیم که عموما مصلحت افراد است. افرادی که در اونجا هستن طبق مصالح، مثلا همجنسگراها یکسره در سیاست کوشش میکنن که این همجنسگرایی باشه که بعد جا بیفته، وگرنه خودشون خب زیر سوال میرن، با مشکل میخورن دیگه او به فکر دیگران هم نیست. و امثال او قوانین دیگری که بر اساس ظلم گذاشته میشه. جانب دوم و مشکل اینجاست که امروز مردم ما یک حکومت اسلامی درستی و تمام معنای او تجربه نکردن در زمان ما، چون تجربه نکردن بی خاطر نمیتونن درست مقایسه کنن، بفهمن. مشکل اینجاست. و کشورهای ابرقدرت هم ترسشان از همین هست که یک کشور اسلامی به مجردی که صدای یک حکومت اسلامی به یک جای بالا بشه، میبینی سر و صدایشان خیلی زیاد بالا میشه، خیلی سر صدایشان بسیار یعنی 100 رقم مشکل دیگه در دنیا داریم، توجه نمیکنن. این موضوع دیگه خیلی تمرکز میکنن، چون میترسن که اگه شد با آینده ما ضربه میخوریم. به هر حال جانب دومی که مشکل دارن اینه که رابطه زندگی بین دنیا و آخرت، زنده بین دنیا و آخرت ندارن، فقط امور دنیوی، او هم بر اساس مصلحت عده‌ای. اگر خیلی مردم خیال میکنن در کشورهای اروپایی و غربی دیگه اونجا گدا نیست، اونجا دیگه فقیر نیست، اونجا مشکلات نیست. نه، اونجا خیلی مشکلات زیاد اونجا هم هست. اونجا کارتون خواب، در آمریکا کارتون خواب داریم. کسایی هستن کارتون خوابن، زن جوان کارتون خوابه، معتاد هم نیست. خب و دیگه این که خب به هر حال رابطه دنیا و آخرت چیکار شده؟ به هم خورده است. و این قام علیه هم رو دنیا فی رأی بعض. اگه چی که میگه بعضی گفتن که کار دنیایشان درست میشه، کار آخرتشان نیست، میگه رأی بعض است و واقعا هم
هر نکته جالبی گفته، چون در امور دنیایشان هم کامل درست نیست در بعضی از بخش‌ها. این درسته. بخش سومی که او سیاست غیر اسلامی مشکل داره اینه که عدالتی که میاره عدالت نسبی است، نه عدالت مطلق. مثل وسائلی است که چیه به اصطلاح نمیتونن به او روی عدالت مطلق تمرکز کنن. لا يمكن ان تتجاوز مقاصد الا تکریس العدل المطلق. نمیتونه عدالت مطلق را به متمرکز بسازه، ثابت کنه. لان چون این افراد که هست، هر کس طبق طبیعت مادی که دارد به طرف همون غرایز و شهوت ها و هوس هاست. این کسایی که قانون میگذارن اینا انسان های چی نیستن که کاملا 100% پاک باشن، عقلا پاک، هیچ شهوات و غرایز نداشته باشن. شهوات و غرایز دارن، به همون اساس هم حکم میکنن. به همون اساس و لحاظا میتونه خیلی عدالت هایی که اینها گمان میکنن در واقع ظلم باشه به بعضی دیگه. عدل است نسبت به یک گروه، ظلم است نسبت به بعضی دیگر. از عدالت به نوعی این نسبی است. لذلك پس بنابراین فالسیاست الشرعیه که مفهوم و ممارست ترتبط بین السیاسه و هی القیام الان بما یصلحه و بین الشریعه. ببینید میگه سیاست شرعی با عنوان یک مفهومی که رابطه میده بین سیاست، که این سیاست چیست؟ قیام به امور مردم، و بین شرعیت، سیاست امور تنظیم امور مردم، و شرعیت یعنی مشروع بودن که طبق قانون شریعت باشه، تطبیق احکام شریعت. این دو با هم جمع میشه، این میشه سیاست اسلامی. فهی سیاست به اعتبار قائمین علیها. پس این سیاست به اعتبار کسایی که او رو تنظیم میکنن از این لحاظ سیاست است، مدیریت است، اما از این طریق که طبق رعایت قوانین شرعی است میشه سیاست شرعی، سیاست اسلامی. پس بنابراین تعریف سیاست را اسلامی را این چنین میشنیم. حالا تعریف سیاست اسلامی بعد از این توضیحات دکتر عبدالوهاب خلاف گفته تدبیر الشؤون العامه للدوله الاسلامیه، تدبیر امور عمومی دولت اسلامی. تعریف سیاست اسلامی است تدبیر امور عمومی دولت اسلامی بما یکفل، به چیزی که ضمانت کند، به کفالت کند تحقیق مصلحت ها را و دفع ضررها را مما لا يتعدى حدود الشریعه، به شرطی که از حدود شریعت تجاوز نکند و از اصول کلی، دقت کنین، از اصول کلی شریعت تجاوز نکند، اگرچه که با سخنان مجتهدین مطابق نیفتد. ببینید یعنی منظور ایه که ما یکی ثوابت دینی داریم، یکی مسائل اختلافی داریم، یکی قطعیات داریم، یکی موضوعات اختلافی داریم که نص قطعی و صریح در اون نیامده. اگر در یک موضوعی نص قطعی و صریح آمد، حتی اگر در اون اختلاف هم هست اما نص وجود داره، نص واضح و صریح وجود داره، حالا یک مجتهد چیزی گفته به خطا، این اعتبار نداره، این اختلاف اعتبار نداره. اما یک جایی هست که نص صریح در مسئله نیست، اجتهاد کردن فقها، دیدگاهی دارن، اینجا این دیدگاه‌ها واجب نیست که حتما طبقی عمل بشه، میتونه طبقی دیدگاه نشه و دیدگاه باشه و دیدگاه دیگه باشه، تا وقتی که مخالف یک نص صریح دینی نباشد، کتاب یا سنت. و لحاظا میگه اگر چی که با اقوال ائمه مجتهدین مطابق نباشد، اجماع نه، طبعا با اجماع مخالفت کنه که با قرآن و سنت هم مخالفت میشه. یا به عبارت دیگر منظور از سیاست اسلامی است متابعت السلف الاول فی مراعات المصالح و مسایره الحوادث، پیروی از سلف اول، سلف صالح در مراعات مصلحت ها و همراهی حوادث. دقت کنین اینجا خیلی نکات جالب در این تعریف گفته. یکی این که گفته که تدبیر شؤون مردم با آنچه که مصلحت های مردم را ضمانت کند و دفع ضررهایشان را، یعنی از هر لحاظ سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، اخلاقی، دینی، برای تربیتی، برای مردم چه چیزی مصلحت است، حکومت اسلامی رو باید جلب کنه، او رو باید به دست بیاره، و چه چیزی به ضرر است او رو باید دفع کنه، باید دور کنه. در هر زمان اصلا سیاست یعنی به دست آوردن مصلحت ها و دور کردن از ضررها. حالا در شناخت این مصلحت ها و دفع ضررها مراجعه میکنیم به قوانین اصلی شرعی، نه اینکه بعضی اقوال فقهی اختلافی که محل اختلاف است بین فقها یا دیدگاه های خطایی است او رو بیایم متمرکز بسازیم بالای مردم. در ساخت قانون باید به اساس دید وسیعی به عموم مذاهب و ادله باید نگاه کرده بشه. پس اینجا میبینیم که به این خاطر که مسایرت الحوادث، یعنی با حوادث روزگار باید همراه باشیم. سیاستی نیست که خشک به گذشته فقط فکر کنیم، حوادث رو هم ببینیم، از ثوابت دینی تخلف نکنیم.
پس سیاست تجیز للحاکم، پس سیاست برای حاکم اجازه میدهد فعل مصلحتی را که حاکم میتونه بعضی مصلحت های را انجام بده که نفع دارد برای امت. اگه چگونه مصلحت در کتاب و سنت نیامده، البته ضد او هم نیامده، اینا رو مصالح مرسله میگن، مصلحت هایی که کتاب و سنت رو بیان نکرده و اصل مصلحت اصلا گفته ابن قیم رحمه الله دین برای جلب مصلحت ها و دفع مضرت هاست. پس به این خاطر هر چیزی که مصلحت بود برای امت و مخالف دلیلی از دلایل شرعی نبود، کسب او برای ملت و امت وظیفه حکومت اسلامی است. و این لم یرد به خصوص هذه المساله دلیل تفصیلی خاص، اگر چیزی که میگه دلیل تفصیلی خاصی نیامده باشه. پس لحاظا ببینید هر چیزی که امروزه در جهان امروز طبق شرایط امروز مصلحت است برای یک ملت، کسب او برای حکومت اسلامی وظیفه است، مسئولیت است، وجیبه است، باید این کار انجام بده برای ملت خود و برای مردم خود، هر چیزی که سبب سعادتشان میشه، تا وقتی که مخالف یک نص صریح دینی نباشد. حتی اگه با بعضی دیدگاه‌های فقهی مجتهدین که دلیل قطعی و صریحی ندارد مخالف هم باشد. توجه کنید اینا که متوجه بشین اون وقت میفهمین که بابا سیاست اسلامی یعنی چی. لان هذه المساله لا تكون مطابقه في الشرع الا اذا كانت متفقه مع الادله العامه. ببین یعنی مصلحت زمانی میگه معتبر هست که به همراه دلایل عمومی و قواعد کلی و مقاصد شریعت مطابق باشد. مثلا فرض کنیم امروزه انواع و اقسام علوم مختلفی که امروز داریم و نیاز جامعه ماست، بعضی علومی که در گذشته نبوده امروز جدید آمده، به او ضرورت است، خیلی خوبه که او رو ما داشته باشیم. وظیفه دولت است که شرایط برابر کنه که اینو یاد بگیره، چی در بخش چی برادران، چی در بخش خواهران. و مفهوم علم نظام سیاسی اسلامی پس جزئی از سیاست شرعی میشه و هو، حالا بیشتر توضیح میده، نظام سیاست اسلامی چیست؟ یکی سیاست اسلامی، یکی علم آن. در علم سیاست اسلامی از چی بحث میشه که در این کتاب میخوانیم؟ دقت کنین. نظام حکم، اولا نظام حکم چیست؟ چگونه میشه؟ کیفیت اختیار حاکم چگونه اختیار بشه؟ حقوق حاکم چیست؟ واجبات حاکم چیست؟ حقوق و واجبات محکوم یعنی مردم، رعیت، علاقه بین حاکم و محکوم یعنی بین ملت و رعیت، دولت و رعیت، علاقه رابطه بین دولت و دولت‌های دیگر در دو حالت صلح و جنگ طبق شریعت اسلامی. چی میگن؟ علم نظام سیاسی اسلامی. اینا رو یاد بگیریم میشه علم نظام سیاسی اسلامی. از این بحث تمام شدیم. ما امروز سیاست اسلامی و علم نظام سیاسی اسلام آشنا شدیم و حالا میریم در جلسه آینده مصادر علم نظام سیاسی در اسلام میخوانیم و چه مصادری دارد و از کجا گرفته میشه مسائل نظام سیاسی اسلام. این درس جلسه اول ما بود. الله سبحانه و تعالی همه ما و شما را حفظ کند و بر صراط مستقیم بدارد و توفیق بدهد که اعمال ما در تمام بخش‌های او مطابق رضایت او باشد. سبحانك اللهم بحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك و اتوب الیک.